سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من گیمر هستم و خیلی خوش اومدین به ویدیوی امروز. حاجی با یه ویدیوی گنگ اومدم براتون بده بزنیم. یعنی حاجی اینجا اومدم لند کردم. اولین گانی که دستم اومد بیوای بود. اینجا خیلی ترس به تن شده بودم. خب ببینید اینجا رو دارم میگم. ببینید اینجا من اومدم، خب گفتم انمی، اومدم دیدم باته، زدمش دیدم 3 تا پشت سر هم 3 تا پا گرفتم. اومدم اینجا یه شات خفن برای این زدم، دوباره منم یکی میزدم، یک شات خفنم به این زدم. خب بچه ها درسته باته ولی حالا اشکالی نداره زیاد. خب اومدم اینجا یکی زدم براش، یکی هم زدم، یک کیلدوزی مفخوری، یعنی داغشتاتون اومده کیلدوزیان. خشاب پر کردم، داشتمون رو زدم، داشتمون که نیست. این از اون باتاست که حاجی یه چیزی درباره باتا براتون بگم بچه. باتا انقدر دیگه پرو شدن، خب یعنی یک لحظه نتت بره تو رو میزنن. یه دونه شورت ویدیو درباره تلپورتی که بات شد گذاشته بودم، یه شورت ویدیو برین تو چنل ببینین. اونم خیلی یعنی اونجا هم پشمام ریخته بود. اونجوری گرفتم روش. خب اینجا ببینین دوباره نتم رفته بود. یه شورت ویدیو دیگه برای اون گذاشته بودم. داشتم میگفتم آره بچه ها چی میگفتم؟ آره باتی که من میگم خب یه جوری تلپورت شد. دیدم من داشتم از پلا میومدم بالا. آره دیگه از پلا میومدم بالا. آره یه شورت ویدیو گذاشتم باش، ایمو گرفتم روش، از اونجا یه دفعه ظاهر شد. یعنی اصلا پشمام ریخته بود، یه دفعه ظاهر شد تو 1/100 ثانیه. حالا باتم بود، گرفتیم زدیم. اینجا هم 2-3 تا ریوایوی داشتیم، ترسیدم پریدم پایین. اینجا یه شات خفن برای این داشتم میخواستم بزنم که دیدم آفلاین شده. یه میس دادم خودم که ببینم صدامو میشنوه، نه دیدم کامل رفته. اینجا یارش اومد، یارشو زدم. این باتای مزاحم انقدر منو فشاری میکنن. اومدم دیدم اینم اومد، وای اومدم یه فینیشر زدم روش، اینجا خیلی عالی شد. ببین اینجا خیلی عالی شد. طرف نتش رفته بود مثل من که در یه مچ حداقل 2-3 تا مثلا 2-3 دفعه نتم میره. خب اینجا اینا رو زدم، یه لوت ریزی هم زدم. خب بعد بچه ها یه چیزی درباره هاگران براتون بگم. خب ببینید بچه ها وقتی شما انمی دارین، هر چند مثلا بات، نه دیگه بات نه، خب مثلا بیاد یه انمی باشه دیگه، یه دونه 2 تا. خب حالا اونو ما حساب نمی کنیم که یکی هم 2 تا هن. خب اینجا ببینید بازم نتم رفت بچه ها، اینجا بازم نتم رفت. انقدر فشار خوردم. ببین بچه ها اگه شما خب دارید این ویدیو رو میبینید، براتون توصیه میکنم که بچه ها واقعا خب یکی از بهترین فکر بازیایی که ما میتونیم تو کال آف داشته باشیم هاگرانده. تو زیر توی کاور باشی، خب اصلا نمیتونن براتون یه دونه تیرم بزنن. شما میتونید خیلی عالی شیک و مجلسی خب اونا رو بزنین. اصلا اونجایی که نترسین اینا 1 نفرن 2 نفرن، خب اونجایی که کاورتون مطمئنه خب از دست ندین. ببین تلاشتون رو بکنین. اگه شاتگان باشین یعنی
پشت دیواری باشی خیلی آسوده میتونی بزنی. خب بعد بچه یه اتچمنت M4 هم براتون همین آخر ویدیو زدم. خب لطفا ویدیو رو عقب نزنین. خب واقعا یه چیزی هم درباره بیوای بگم. میبینین این مچ کلا اول تا آخر بیوای دست من بود و یه اچس هم براتون میگم که 19 خیلی عالی میزنه بچه ها. نمیگم تضمینی میزنه چون هیچ اتچمنتی، حتی هر یوتیوبری بیاد بگه رو شاتگان هرچند مثلا بیوای باشه هرچی دیگه، خب هرچی باشه نمیتونه، یعنی امکان نداره که بیاد یک شات وان شاتش کنه. امکان داره که یه جایی بیاد برات 2 شاتش بکنه، 3 شاتش بکنه. خب اصلا مقابل طرف بمیری. خب اینا بگم براتون. یه لحظه ببخشید دوستان، تلفن زنگ زد، ببخشید. داشتم میگفتم هیچ اتچمنتی تا به حال نیومده که فقط وان شات کنه. این اتچمنت هم براتون میدم. من نمیگم این داداشم خیلی سفید بود، ببین هرچی من از شات میزدم نمیشد. اومدم از بولو یه دونه ایدیس زدم براش. بمیر بابا. داشتم میگفتم هیچ اتچمنتی تا به حال نشده که بیاد وان شات کنه. اینجا دوباره نتم رفت. منم یه شاتگان میدم براتون که نمیگم 100% مثلا میتونه وان شات کنه ولی خیلی خوبه. اینجا دیدم بابا دارم میمیرم، الفرا رفتم اینجا. خب اینجا چقدر جرم میزنم دیدم دوباره نتم رفته. خب دوباره نتم رفته بود. دیدم بابا دارم میمیرم، از اونجا دارم تیم میخورم، از اینجا دارم تیم میخورم. زود آرمو رو پر کردم. خب یکی از این داشتم گفتم دیگه کاورتون رو از دست ندید. من اینجا میتونستم با بیوا خب زود پامپتو بزنم از بالای شات بدم براش که حرف درستی نیست ببخشید، ولی میتونستم بزنمش. خب ولی نزدم. اینجا هم داشتمون اومد یکی زد در گوشمون مردیم. حالا چیکاری نداره، من از اونایی نیستم که مردنمو پنهان کنم. بازی برد و باخت داره، مخصوصا کالاف یا پابجی یا فری فایر. خب اینجا اومدم. خب یه دونه، یعنی این اتچمنت M4 یعنی نوخته چیتریه. از چیتر همین الان 300 تومن دادم از چیتر گرفتم. گفت برو بزن در گوشه نمی آجی. خیلی عالی میزنه این M4. این سیزن هم M4 رو میگن. خب M4 خیلی عالی میزنه. اینجا اومدم پشت دراب. خب اینجا ترسیدم که مثلا میزنن. میبینین دارم پشت دراب که دارم اینجوری دور میزنم دراب خود نتونم بزنم. این اچس رو گرفتم دستم. بچه خیلی خوب میزنه. بعد 2 تا خشاب اضافی داره، میشه 9 تا خشاب. خب اینجا لانگ بارو رو برداشتم. خب دیدم یارم اینجا درگیرن. تا اینجا خیلی خنده دار بود. انقدر خندیدم حاجی. داشتم با اچس از اون فاصله میزدم. میبینین امفرو خب خیلی عالی میزنه، ولی اینجا خیلی من خندیدم. خیلی داشتم با اچس از اون فاصله میزدم. یعنی بابا دیگه سطح من خیلی بالاه. بچه ها یه چیزی بگم براتون. این اتچمنت هایی که میگیرین ازم حتما بزنین، استفاده کنین. ببینین اینجا یه بومبا، میبینین خیلی بد وان شات میکنین. اینجا 2 شات کرد مثلا. خب من نمیگم بگم مثلا این وان تپه. بچه تو اینجای کار 25 کیل بنازم. خب اینجا پیداشون نمیکردیم، غیب شده بودن. یعنی ببینین 3 نفر ما مونده بودیم، 1 نفرون.
اونم خودکشی کرد. حالا خب بچه‌ها اینجا نخواستم حالا با عکس بدم چون شاید کیفیتش پایین بود. اگه شما میومدیم میچیدیش نمیدونستم حالا یه اتچمنتی مثلا اینجوری میشه، یه اتچمنتی اینجوری میشه، بد میشد دیگه. اینجا بچه ها میبینیم 25 کیل ایزی. خب اینجا اتچمنت ها رو براتون دادم الان. خب این از اتچمنت HS بچه خیلی عالی میزنه، یعنی من واقعا توصیه میکنم این اتچمنت رو بچینین، حداقل برای من. خب حداقل برای من، یعنی برای منم که شده اینو تست کنید. اینم اتچمنت M4 که دیگه گوده HS هم برنادارین، یه اینو بردارین یعنی خدایی میکنین تو بازی، خدا میشین تو بازی. خب بچه‌ها امیدوارم حالتون خوب باشه، لایک و ساب یادتون نره. بابای.